روزهای اخیر در 5 صدمه نقلیاتی در تاجیکستان بازدست کم 6 نفر از جمله 2 کودک یک ساله و دیگری 6 ساله به هلاکت رسیدند. از جمله ساعت 4 صبح 25 سپتامبر بر اثر به دیوار چایخانه لقمه پاک در نویه دنغره برخوردن یک ماشین تویوتا کمری، راننده 23 ساله ماشین جان داده 3 مسافرش جراحت برداشتند. ساعت 9 صبح 25 سپتامبر بر اثر برخورد 2 اوپل استرا در راه دوشنبه کلوب هر دو راننده که یکی 41 و دومی 71 سال داشتند به هلاکت رسیده. ساعت 3 شب 23 سپتامبر در دهه تکاب بر اثر به بتون کنار راه برخوردن ماشین وز 21015 دختر 1 ساله راننده جان باخته است. روز 26 سپتامبر ساعت 15 یک کودک 6 ساله در شورای دوشنبه 5 پایان زیر چرخ ماشین BMW به هلاکت رسیده است و ساکن 32 ساله نویه قبادیان شب 25 سپتامبر ساعت 00:30 دقیقه از نزد نقطه فروش سوزشواری دهه هوسکار یک ماشین لکسوس را دزدیده، ولی در حدود دهه باباجان غفورов ماشین را چپه کرده در نتیجه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.